رحمت الله و برکاته استاد جان. یک سوالی علیکم کوتاه السلام. مایلش ممکنه؟ من بفرمایید. این ما سیندی ما 62 رسیدگی ما طلب علم گفته. اون سال گذشته هم رفته بودیم 6 ماه. این سال هم حاضر رفتنی هستیم. بعضی ها میگویند که شما به محرم ممکن نیستن طلب علم گرفتن به محرم شرط می. شما با کجا رفتنی هستید اپا؟ ما اون سال مکه رفته بودیم. حاضر اکو مدینه و درس کشادگی شخصی انا همجا رفتنی. انشالله باک ندارد. مادامی که شما در سفر به یگان مشکلی روبرو نمیشوید، اور محرم باشد خوب است. خواهر و مسئله محرم الان نصیب کرده باشد یک من کوتاه حکک رساله نوشتگیم درباره سفر زن بدون محرم، به اذن الله ترجمهش میبرد. مشکل با زبان ترکی نوشتگی هستم. مسئله محرم خواهران عزیز، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم چند حدیث پی در پی در صحیح آمدگی هست که لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الاخر ان تسافر فوق ثلاث و ان تسافر بریدا یوما. چند نمود ذکر آمدگی است که زنی مسلمان 2 روز زیاد، 1 روز زیاد، حتی 1 برید یعنی چند کیلومتر به تنها نرود، 3 روز زیاد به سفر نکند. ولی در آن زمان میدانید که مردم سفر میکردن یا پیاده یا با شتر یا با اسب. راه ها فرق میکرد، شرایط فرق میکرد و از روی اینکه بزن خطر ایجاد نشود پیامبر من کردن. الحمدلله در شرایط حاضره دیگر راه ها تقریبا خطر ندارد. دیگر مثل پیشتر ما 2 روز 3 روز سفر نمی کنیم، با هواپیما 2-3 ساعت سفر میکنیم. انشاءالله سفرتون به خاطر طلب علم باشد، سفرتون به خاطر عمره و حج باشد، یعنی به خاطر یگان عمل ثواب باشد. انشاءالله اکثریت علمای معاصر به این اجازه میدهند در شرایط امروزه سفر، برای اینکه شرایط سفر الان تغییر یافته است. استاده ها هستن برای ماندهیو اکن نداریم. نه همراهتون باشن پروردگار، انشالله میتواند باذن الله.